پیمان فیلم مرکز تولید و نشر برنامه‌های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه‌های اجتماعی. میگه در شرایط فعلی دکتر شدن برای طبقه ایناست. از دیدگاه اسلام چی حکم داره؟ اسلام هیچ نوع حکم چی کسب منع نمیکنه، اما برای خود شرایط داره. هنگام تعلیم و تحصیلش ای بالکل به حجاب باشه، اختلاط مرد و زن نباشه، آبرو و عزتش در خطر نباشه. در این صورت دکتر میشه دلش، انجینر میشه دلش. لیکن اگر اختلاط مرد و زن باشه، بی ایجابی باشه و ای چی است امن نباشه، جای تدریسش تعلیمش، باز قطعا برش جایز نیسته. ولو که نیاز به دکتر هم پیدا شود، دکتر مرد برش جایز است که در وقت ضرورت بعضی اعضای زن ببینه و تداوی کنه. پیمان فیلم مرکز تولید و نشر برنامه‌های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه‌های اجتماعی.